با بینا مزمز ببین چیرم فرمز با بینا مزمز همه شدیم رسوا تو گیجی من داغون تو منگی من پیرون ز حلقه بیتت مرا مکن بیرون مبادا روزی بند دلت باشه مبادا یک شب اون کمرت تاشه با بینا مزمز ببین چیرم فرمز با بینا مزمز همه شدیم رسوا کجایی رو والا با بینا بر تو کشتی ما رو والا یه قم پوزی در کن بسیجی رو خر کن بیا با تو بیتت یه خورده عرعر کن مبادا روزی بند دلت باشه مبادا یک شب اون کمرت تاشه با بینا مزمز ببین چیرم فرمز با بینا مزمز همه شدیم رسوا با بینا با بینا با بینا با بینا با بینا مزمز ببین چیرم فرمز با بینا مزمز همه شدیم رسوا تو عزمون محمود چه گندی زد تو رود شما دوتا کردی نظاممون نابود مبادا روزی بند دلت باشه مبادا یک شب اون کمرت تاشه میگن یه سگی پیر شده بود نای حرکت نداشت، برای اینکه روحیه بگیره صاحبش میذاشتش تو فرغون باهاش دنبال دزد میکرد. اینو به عنوان مقدمه بپذیرید برای صحنه‌ای که میخوایم خدمتتون نشون بدیم. چشمتون روز بد نبینه. پاسدار نقدی هم وارد کار فرهنگی شد برای روحیه دادن به بسیجی‌های بریده و از ناو نفس افتاده. من یه رباعی اول بخونم. خواهش میکنم. از این سردار سال... اهل شعر و شاعری هم هستن، شعرم گفتن. حالا من نمیدونم اگه آماده باشن شعرشون هم بخونن خوبه. حالا همین دو تا رباعی به همین مناسبت به به بسیار عالی. دیروز گفتم که من اینا رو بخونم. پس میخواد رباعی بخونه. اگر در حد اول راهنمایی هم سواد داشت یا حداقل یکی که اول راهنمایی خونده اینم راهنمایی میکرد که بعد بیاد تو تلویزیون همینجوری شعراشو بریزه بیرون، میفهمید که رباعی قالب مشخصیه، وزن مشخصی داره. نمیشه همینجوری هر کی 4 تیکه است بگی رباعیه. که این اگه ولش بکنین مثلا به مسابقه بسکتبال هم که 4 تا کوارتر داره میگه رباعیه. به هر حال روشنه که این حرفا رباعی و تعریفش و اینا مال بسیج نیست. اما این شعر تکان دهنده رو با هم بشنویم. امسال سالی سر به سر شور و حماسه است، زیر و زبر بنیاد دشمن از اساس است. هم در جهاد اقتصادی ملت ماست، هم کشور ما، هم در سیاست کشور ما سرفراز است. البته کلن هم بیخاصیت نیست دیگه این شعرخونی نقدی سرکرده بسیج. خوبه برای این آزمایشگاه علوم طبیعی و اینا که جونورهای مختلفو میارن ادای آدم در بیارن، به هر حال تجربه بدی نیست. یکی از طنزپردازان پیک شادی با دیدن شعرخوانی نقدی گفت بیشرم بسیجی است و دیگی در باز، دستش شده بر ساحت اشعار دراز، با پای چپش شده است وارد بر شعر، این شوت سروده است 100 من یک غاز. سلام،
حال شما چطوره؟ در این هوای بسیار خوب عرصیه عزیز بهار در بهار واقعا در خدمت. لازم نکرده تو معرفی کنی، از قدیم گفتن که مرا به خیر تو امید نیست شر برسون. معرفی رو اصلا خودم خیلی خلاصه میکنم. در خدمت ابد استراتژیست نظام جناب آقای دکتر بزن بهادر هستی و افتخاری است که در خدمتشون هستیم. منم خیلی خوشحالم که توی این برنامه شرکت میکنم. خیلی زیاد میدونین آدم که شما دوتا رو از دور تو تلویزیون میبینه و یه دوتا فوش میده و لعنت میکنه دلش خنک نمیشه، احساس میکنه حق مطلب ادا نشده. خیلی مشتاق بودم که حضوری بیام اینجا با توی تصفیه حسابی بکنم. بسیار ممنون و متشکرم. عرصیا دیروز عجب قوقایی بود. مگه تو هم بودی؟ تو شلمچه رو میگم. آها فکر کردم بیت مقام عظما رو میگه که شلمچه پیشش کشک حساب نمیشه. کمتر از 90 روز مونده به انتخابات. سربسته عرض میکنم سگ صاحبشو نمیشناخت. ظاهرا رفته بودیم جلسه حل اختلاف ولی آخرش دیگه فقط مونده بود یه کتک کنی با حضور خود مقام عظما اونجا انجام بشه. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرمودن که به شوته گفتن کجا بودی که همه لباسات خاکیه. گفتش که با بابام رفته بودیم استخر. گفتن پس چرا خاکی شدی؟ گفت هیچی، باهاش شوخی کردم، هلش دادم تو آب، شنا بلد نبود غرق شد، بردیم خاکش کردیم. حالا در مورد دیروز به موقع صحبت خواهیم کرد. نه خیر، چی به موقع صحبت خواهیم کرد؟ همین الان که وارد شدیم تو بس، اونم با پای چپ بالشو بکن بره. بعدا دیگه مثلا چی میخوایم بگیم؟ ویژگی انتخابات از نظر استراتژیکی اینه که همه بدبختی‌های دیگه این نظام پیشش کوچیک به نظر میاد. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرمودن که یارو شوته که خیلی بوشودمنش بود 1 سال بکوب درس خوند برای کنکور. بعد این کنکورش خورد به فوتبال انگلیس آرژانتین تو جام جهانی. نرفت سر جلسه، وایساد فوتبال تماشا کرد. بهش گفتم مشنگ چرا نرفتی سر جلسه کنکور؟ گفتش که آخه کنکور هر سال هست ولی جام جهانی هر 4 سال یه باره. میخوام بهت بگم که 4 سال یه بار وقتی که بحث انتخابات پیش میاد فک مغازه رو زمین راه میره. شماها نترسید، من شماها رو روشن نمی کنم. چتر به ماشینی میزنن که امید روشن شدن داشته باشه. گاری شکستره که چتر نمی کنن که. برگردیم به بحث، یعنی نگردیم به بحث. کلا وارد بحث انتخابات نمیشیم که خیلی اوضاع است. یه سوال کشکی بکن دور بزنیم. نه تو نمیخواد، تو یه سوال کشکی بکن که دور بزنیم و بریم سراغ بحث دیگه. سوالی در اختیار من نشده، بله. قرار داده نشده. تو به پا نچای با این هوش و حواسه. آدم که میره سبزی فروشی با خودش زنبیل میبره، تو اومدی مصاحبه استراتژیکی یه 2 تا سوال با خودت برداشتی میاری. واقعا بعدم میگن چرا بسیج. استغفرالله. راجع به همین سفره 7 سین یه پرت و پلایی بگین دیگه. یه سفره 7 سین قشنگ هم همکارا از صبح زود شروع کردن به طراحی و چیدن که در واقع تلفیقی از المان‌های 7 سین باستانی ماست. نوروز باستانی با حالا یه جورایی ابزار و ادوات جنگی مثل مین و نارنجک و اینا. بالاخره سنگرها و دوره جنگ و بله مطمئنم که این سفره 7 سین رو یه برادر بسیجی چیده. اصلا سفره نیست، تابلوی شعور بسیجیه. خوب این دوتایی هم که شمردی اصلا سین توش نیست، مین و نارنجک. چه برسه به اینکه اولش سین داشته باشه. اگه همه دنیا جمع بشن فکر نکنم بتونن یه قانون شعور تو کله یه بسیجی بکارن. شاهدش هم این دوتا. با تجربه میگم به هر حال در سایه مدیریت شما و تلاشتون و تجربتون و همه همکاران و جوانترها و حتی نوجوانها انشالله که این اتفاق بیفته. نه خیر، همچی اتفاقی نمیفته. داریم راجع به بسیج صحبت میکنیم با شعور. یا بسیج رو نمیشناسی یا شعور رو. بسیجی که باید بشناسی، خودت بسیجی هستی، پس شعور رو نمیشناسی. سالهای اخیر مخصوصا رویکرد بسیج بیشتر به سمت در واقع مباحث فرهنگی رفت. بسیج به هر حال کشورمون در مباحث فرهنگی چه برنامه‌هایی رو انجام داده و چه کارهایی رو در اصل اقدام داده. قبل از جواب به سوالت بگم که یکی از مزایای مصاحبه کردن با شما دوتا اینه که وقتی بری جهنم همه عذابای جهنم فقط میتونه قلقلکت بده. ولی جواب سواله کلا هرچی اوضاع سه‌تر میشه، بیشتر ریزش اضافه میشه، اون وقت بیشتر میرن سراغ کار فرهنگی.
اول یادتون باشه یه صفدری رضایی برید، بعد با یه فاصله ای اون رئیس صفوی برید. الان اینطوری نیست که نشتیش دیگه قطره نیست، شره است، همینجوری داره ازش میریزه. خود منم کم کم ممکنه دیگه پاچه‌ها رو بزنم بالا و وارد دنیای شعر و ادب بشم. حالا یه شعر براتون میخونم، تو صف وایسین یاد بگیرید. ازباک رسیده است به نقطه جوش، بدبخت که بود انتخاباتم روش. انگار که بی کلاج راه افتاده، پت پت کند و نرفته گردد خاموش. شعرش از خودم بود با تخلص بزن بهادر. خیلی قشنگ، خیلی زیبا بود، دستتون درد نکنه. اشعار بسیار با مضامین و خوبی هم در واقع انتخاب کرده بودند و زیباست. این بیت آخر رو من بیشتر روش متمرکز شدم. رضا جان آره تو همونجا متمرکز بمون، تو هم اینور متمرکز بمون، یا برید دنبال نخودسی‌ها. برنامه رو همینجا تموم میکنیم دیگه، از اینا بیشتر از این در نمیاد.